سلام دوستان، اینجا الامیره و به کانال ما خوش اومدین. تو این ویدیو یاد میگیریم چطوری با استفاده از تمپلیت های آماده برنامه وین ریلز های جذابتری بسازیم، مثل نمونه‌ای که در ابتدای ویدیو دیدین. پس با من همراه باشین. وارد برنامه وین میشم و از نوار پایین گزینه سرچ رو انتخاب میکنم. همونطوری که میبینیم تمپلیت های آماده اینجا موجود هست. من دومی رو انتخاب میکنم. از این قسمت پایین گزینه دانلود رو میزنم تا برام دانلود بشه. خب حالا خودش وارد گالریم شده. من از گالری اون عکس و فیلمایی رو که دوست دارم برای این تمپلیت استفاده بکنم و انتخاب میکنم. نکست رو میزنم. تا برام آماده کنه چند دقیقه زمان میبره. حالا توی این قسمت رو هر کدوم از عکسام یا ویدئوم که بزنم 3 تا گزینه برام میاره. من گزینه کراپ رو انتخاب میکنم و کراپ مورد نظرم رو برای عکسم یا ویدئوم میبندم. برای همه عکسام این کار رو انجام میدم. وقتی برای همه عکسام انجام دادم یه بار پلی رو بزنم با هم ببینیم. از این بالا گزینه اکسپورت رو بزنم، برای من خروجی میگیره. من همین رزولوشن 1080 و 30 فریم رو انتخاب میکنم. اکسپورت. خب الان ویدئومو داخل گالریم دارم. برمیگردم عقب. بچه تو این قسمت تمپلیت ها اگر بخوام استوری ویدیو درست بکنم، برای من تمپلیت داره، تمپلیت آماده داره، میتونم ازشون استفاده بکنم. یوتیوب ویدیو برای پست گذاشتن، اینستاگرام پست، اینستاگرام استوری، تمپلیت های آماده داره که میتونم از اینا هم استفاده بکنم و استفاده کردنشون هم به همون صورتی هستش که الان براتون توضیح دادم. مثلا برای استوری میتونم اینو انتخاب کنم، دانلود کنم. خب برای من دانلود شد. میتونم که برای هر قسمت عکسمو از داخل گالریم انتخاب بکنم. به همین راحتی فقط با جایگزین کردن فیلم و عکسای مورد نظرمون میتونیم از تمپلیت های آماده برنامه وین استفاده بکنیم. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره. اگر هنوز کانال من رو سابسکرایب ندارین ممنون میشم این کار رو انجام بدین و از من حمایت بکنین تا بتونم ویدیوهای آموزشی بیشتری براتون درست بکنم.